خدایا از دیگران چه پنهان، ولی از تو که پنهان نیست. روزگار سختی است، آسانی و گشایش نصیبمان کن. پروردگارا در سال جدید رزق و روزی ما را از جایی مقرر کن که لقمه هایمان مجبورمان نکنند چشممان را روی حق ببندیم. پروردگارا امید را به دلهای ما بازگردان، امید به زندگی کردن، امید به جبران اشتباهاتمان و امید بازگشت به سویت. خدایا در سال جدید چنان روزی به من عطا کن که انتظارش را نداشتم. برآورده کن آرزویی که روزگاری غیر ممکن می دانستم و اجابت کن دعایی که همیشه با خود تکرار می کردم. خدایا کمکم کن تا پیمانی را که در طوفان با تو بستم در آرامش فراموش نکنم. همه چیز را به تو می سپارم و از تنگی سینه و تهی شدن صبرم به تو پناه می برم. و در آخر خدایا واسه همه اونایی که صبر کردن رو بلدن یه طوری جبران کن که بگن میارزه.